به نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال هیرتیا. خوشحال هستیم که یک روز دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم. دوستان نازنین، ما به اورسولی گلزیوان بازار سرچکان آمدیم. این بازار بسیار یک بازار خوب زیباییه، منتها افسوس که کمکی داخل از این خرابه و خاک زیاده و بالاخره مشکل کمکی هست به این مسلمان ها، چون دیکونا از اینا بیشتر به ززی و لباس فروشی و تکه فروشیه، گرد خاک هم زیاده. خب از شما خواهشمندیم دوستایی که به کشورهای خارجیم حتما این مردم به این مکان شما یک فامیلی برادر داماد بچه کاکای بچه خاله داریم. پس تا اخیر برنامه همراه ما باشیم، میریم رسم و رواج مردم به تصویر میکشیم، صحبت های اینا، کاروبار اینا. همراه ما باشیم، کانال هیرتیا را حمایت کنیم. بخیر باشیم. تشکرشون. بینندگان خوب نازنین، همه تا یواش یواش بیایم همراه ما. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. سلامت باشیم. شما نام شریف شما کاکا؟ استاد خالمراد پهلوان. خب آقای پهلوان گپ بزنیم، دکون از شما نه؟ دکان از ما است. بسیار خوب. چند کرا میدیم؟ تقریبا 50,000. 50,000 یک سال است. به روزی؟ نه به یک سال. به یک سال. خوب دیگه برج 4,000 میفته که میشه. هیچ چی نیه دیگه. دکون شما فقط میگین یک جریب زمینه. خوب دوستای نازنین، بیایم یواش یواش که دکاندار اصلی پیدا کنیم که خیلی اینا شکایت دارم. که باشیم اینجا، بیایم ببخشیم. بیایم. خوبه. مونده نباشیم. سلام علیکم. اول شما خوبه؟ مونده باشیم. سلامت باشین. شما نام شریف شما؟ نجیب الله. خب دکون گفتیم 4,000 کرا میدیم، سودا نیه ها؟ بله. خب مردم که نام خدا به اینجا نفوس زیاد میآید است. اینجا سعی کن مثل شهرها 7 روز بازار نمیشه، یک روز یا 2 روز بازار داره. بله. 2 روز ها؟ بله. دیگر روزا دکون شما بسته؟ نه، چهارشنبه و پنجشنبه بازار. دیگر روزا چیکار میکنه؟ هیچ چیز دیگر روزا اینجا کسی نمیاد دیگه. چرا مثلا نمیاد؟ خب اینجا مردم نفوس زندگی اینجا مردم اطراف است، اینجا شهر نیست که همه روز داخل بازار بیان. کاروبار دارن، مردم کشاورز است. خب میت رسمی من عمر خود ندیدم. خب ندیدین؟ اینجا محل است، اینجا شهر نیست. آخه این اورسولی نیه؟ اورسولی هست. بسیار خوب. بله. بازارش 2 روز است، دیگر روز کسی نمیاد. بسته میکنه. بله. مبارک باشه. شاعر گفته غم نداری بوز بخر، بوز اگه نبود مرغ بخر. واقعا اینا دکانداری میکنم، راست میگم. یک رسمی به بعض جاها هسته. حالا مثال از یک رسمای مثال میزنه، مثل از اینا که اینا سالونه کرایه کردم دکانه. مثلا اینجا میگم هفته 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه به مثل گنجای هرات مثلا یا دیگه ولایت ها که 2 روز گنج میشه، انا 5 روز دیگر اینا بسته اند دکانا. اینا خیلی کار تعجبیه. خب همین 2 روزی که دکانا شما وایه مثلا کرایه و مصرف خود پیدا میکنه؟ میشه خدا را شکر. الهی شکر. گپ بزنیم دکان شما رو ما چی بگیم؟ مثلا حالا معرفی کنیم. کاش فروشیه، مثلا میگم چینی فروشیه، بنجار فروشیه، همه چیز. هم یک باسکل نداریم. بله. درسته؟ گلسازی هم که بله هست. دیگه دیگه اینجا نمیشه اینطوری شما یک چیز بفروشین در اینجا نمیشه، مثل شهرها نیست عمده بتین. پرچون است اینجا. راست میگم. کلا پرچون. خوبه. یک خوبی داره بینندای عزیز، یک مسلمانی که اینجا بیان دم دکون، همه هر چیزی که خواسته باشم از اینجا بخوام میگیرم و میرم دیگه. نما که یک دم بزو اینجا مثل بیمه، یک دم خورد مندازه بزو دکون، یک دم نانا جو بیا برات ما بابا نانا گفت چاله شهید شدم. خب بس تکم یک جا هم میگه بیا نانه. باور کن هر دفعه که خودی بیبی خود سر کار نمیگیرم که میرم بزو تنباکو بخورم. تنباکو چور دگه دکنه میگیره، تنباکو بلگ دگه کنه. با میره سر چلیم از دگه جا مستونه، نه چلیم از دگه جا. حالا ما بهتر شدیم نه؟ واقعا همه چیز داریم. کسب شما واقعا کار یک جا بیاین مشکلتان حل میشه. خوبه. پس از این بعد بیبی خود رای کنه اینجا. پیش ما رای کنیم.
بسیار خوب بسیار خوب. گپ بزنین که خود شما اصلی از کجایین؟ اصلی از ولایت فاریاب ولسوالی گرزیوان. گرزیوان خواهمی ولسوالی گرزیوان. گرزیوان است، قریه سرچکان است. سرچکان. این بازار سرچکان یا بازار سرچکان است. بازار سرچکان. به به ما سرچکه بخوردیم دوستای نازنین. این همه ما سرچکه به اسم می بازاره. بسیار خوشحال شدیم از دیدن شما. بخشش باشه دست شما به عزا و باشید. خوش آمدید. اگه شب خودمون نمیریم خوشحال شما با ما میشیم. باشین، ما مهمان ما باشین. سلامت باشین سلامت باشین. ما بیننده‌های خوب نازنین طوری که پیشتر گفتم ما با آمدیم به داخل بازار از این اورسولی در کنار دکاندارای عزیزیم که بیشتر خود معرفی میکنم. لالا جان مونده نباشیم. جور باشین آرام باشین. احوال شما خوبه؟ شکر الحمدلله. زنده باشیم. نام شریف شما؟ سید قطب الدین. از کجا هستین؟ ما از ولایت سرپول هستیم، همین شتا هستیم. فعلا سکونت همینجاست. به ولایت سرپول. بله. نام خدا. چه مدتی میشه آمدیم؟ ما از تقریبا 10 سال میشه همینجاست. 10 سال. بسیار خوب. دیدی کنه شما نه؟ بله. چند کرا میدیم؟ دایی ما میتیم 28000 30000 است. برج 28000 داد سالی. سال بله. خوبه دیگه. پس کرایه قدر نه بود خرابی نیست دیگه. هر مالی که میگیرین همون تو میمونه همون تو 900 بعضی روز برای کیلو لوکس داریم. اینا کیلو چنده؟ این کیلو فعلا 150 روپیه است. 150. بله. سب چنده؟ 120 روپیه. خوبه. بس شهر ایران بیشتر خیلی فرق نمیکنه. در 20 پیش شاید گرونتر شما بفروشین، درسته؟ بله شاید دم شهرام 120 140 کمتر نمیدم واقعا میتونه. بسیار خوب. سودا معامله شما خوبه که دو روز بیشترتر سودا معامله داریم؟ ام روزای چهارشنبه پنجشنبه کمی است، دیگه روزا فالچ است دیگه. هیچ گپ نیستم فقط گرفتگی ما گنجه نه کسی نیست دیگه. این بازار ولسوالی است، از دورو منطقه مردم می دیگه روزا اینم دکانو خلف است. خب از چند بجه صبح دکان تا به چند بجه شب وازه؟ ما از صبح 8 بجه میایم دیگه 4 بجه 5 بجه میریم جمع کرده. میریم وقت سمت خونه. بسیار خوب. شما مردم رسم رواج نسیه هم داریم؟ ناسی کلش ناسی است. بابا بسر خرمن. سخت خرمن. بس خیال کیلو چنده؟ خیال 3 کیلو صدر پاست. 4 کیلو صدر پاست. بعضی وقت که میمونه میگره که خراب میشه 5 کیلو صدر په بخید لیلوم است. بسیار خوب بسیار خوب. خدای پاک کاروبار شما رونق بده. تشکر از شما. خوشحال شدیم از دیدن شما. بیننده‌های خوب نازنین، یک بازارک قمچی خوب مرتب مکان داره. شما خواهشمندیم که تا اخیر برنامه همراه ما باشیم که بسیار لذت ببریم همین جمعیتی که در کنارمون هم. شاید دوستایی که شما به کشورهای خارج زندگی میکنیم حتما فامیلا شما دوستا شما اینا هستن. پس همراه ما باشیم. بخیر باشیم. دوستای نازنین بیاین که خود شما یواش یواش بریم رو به سمت دوستایی که سودا معامله دارن. سلام لالا. السلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ قربان شما. نام شریف شما؟ محمد هستم. خب از کجا هستین؟ از ولسوالی بلچراغ قریه کاولیا. به بلچراغ. بله. خب بلچراغ از اینجا تا به اونجا چقدر راهه؟ یک 40 دقیقه میره. 40 دقیقه. بله. با موتر یا با تیاره؟ با موتر. خب شما هر روز میتونین که باز بریم به زون مسیر؟ نه ما هر روز نمیریم. راهش هم خراب است. از این هفته از روز چهارشنبه میایم، پنجشنبه برمیگردیم میریم. هفته 2 روز اینجا بازار داره، بازار هستیم. دیگه روزا دکون شما بسته؟ دیگه روزا بسته است. بله. چرا؟ خاطر که اونجا کار داریم باز. خب این دکونی تا میشه اینا کو خراب چیزی نمیشه. اینا شما به هفته 2 روز
هفته 2 روز اینجا هستیم، دیگه روزا باز ما رسیدگی که نمیتونیم، به خاطر از است. بسیار خوب بسیار خوب. خب همین روزا چهارشنبه که دکان شما وازه مثلا سودا معامله خوبه؟ سودای نیست، بیکار دیده شتیم میگردیم که. راست میگیم. بسیار خوب. تکه متر چنده مردونه؟ تکه مردانه 150 است، 150 40 20 خب همونطور است. از بالاترینی چنده؟ بالاترین تا 300 است، 300 است. بله. کجاییه؟ چین است، هند است، خب پاکستانی است. پایین ترینی چنده؟ پایین ترینش تا 120 100 افغانی است. 100 افغانی. بله. بسیار خوب بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. گپ بزنین که رسم و رواج سر خرمن هم داریم به نسیه بدیم؟ نه، ما رسم رواج سر خرمن نداریم. میفهمین که سر خرمن چیه؟ بله. یعنی از اینجا سودا ببرم با وقت خرمن جمع شو پولای بیارم. او رقمی سابق بود ولی نیست. حالی نیا؟ بله. خب کسی هم که نصیب برد ولی هم سر خرمن خاطرش نبرم، همون که نصیب برد دیگه رفته. نه ما میاریم، اگه شما بعد افمانیم ما زودی میاریم. شما که زود میارین. به خرمن کشمیشا ما میاریم به شما. ولی با شما رو بعد ما پیدا نمیکنیم، ناشناس هستین. ما نمیشناسین؟ نه دیگه. های به تلویزیون ما زیاد دیدم، راست میگم. خب خیر باشه. نفهمیدم چند کرا میدیم دیکنه؟ کرایه بالا است. چنده؟ کرایه 60,000 70,000 کرایه است ولی سالانه. ولی سودا هفته دمی هفته که فکر نمیکنیم که 20,000 سودا شه. راست میگم، واقعا کمی مشکل است. بسیار خوب. خدای پاک رونق بده به کارا شما مسلمانا. تشکر از شما. چاش اگه خودمون نمیریم خوشحال میشیم. شما قطعی ما بفرمایید باشین. چی وار کردیم؟ هر چی بخواین. به تدیک چی انداختیم؟ تایید چیزی ننداختیم. تو هتل هست. از هتل میاریم. از هتل میاریم. لالا خو نمیشه شاگردشون هم بگیم امروز چاش دیگه ببار کنیم. ما هم 16 نفر. کافی نیست دیگه بار میکنیم، همینجا دیگ میکنیم. دیگ کاسه تمام چیزی هست. شما مردم فکر کنون قابلی بیشتر علاقه دارید. قابلی هم از شوربا هم از هر چی شما بخواید. بسیار خوب. ان شاء الله ولکم یک روز بشه میمون شما. خدمتتون ان شاء الله. تشکر از شما. تشکر از شما. سلامت باشین، بخیر باشین. بیننده‌های خوب نازنین، در کنار یک برادر سلام ماندن باشیم. سلام شما خوبه؟ شما خوب هستین جان؟ زنده باشیم. هوا ایراتی خوب است. شکر فضل خدا. سلامت سلامت باشیم، زنده باشیم. نام شریف شما؟ نام محمد جان است. خب از کجا هستین؟ از ولایت فاریاب ولسوالی گرزوان. به 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 به. چند کرا میدیم دکونه؟ که 35,000 سالانه. به ساله؟ بله. چرا شما مردم با این رسمی داریم؟ مثلا سالانه کرا میدیم، برجونه نیه مثل برجونه نیستن. اینجا کلا سالانه است. خب شما مثلا یک سال کرا میکنیم، پول چی رقم میدیم؟ پولش هر وقت که خواست میدیم. پیشکی نمیگیرن؟ پیشکی هم میگیرن و آخر سال هم میگیرن. در نیم سال هم میگیرن. خب مثال شما 6 ماه به این دکون میشینیم، سودا نمیشه، دکان یله میدیم، چیکار میکنیم؟ یک سال کرا را میگیره با 6 ماه یله کنه. خب خب این کو ضرریه به شما؟ ضرر باشم قانون همه طور است در جای ما. خب پس شما اگه کارو بکنیم تا به می 6 ماه دیگه هم چون کرایه رو بدادیم در دکون قلف کنه. در دکان قلف کنه هم کرایه 1 سال را میگیره صاحب دکان. خب میگم دیگه از اینکه هم کرا بگیره شما هم دکان با بدم به دیگه کس قلف کنه به اختیار شما، درسته؟ همین کار بو شده تاله؟ این کار میشه باز اختیار دکان اینطور است که کسی کرا کنه اختیارش دم میشه. راست میگم. فکر کنم همین برجونه بی‌ترتر اگه کرا کنیم. برجونه در اطرافا نیست دیگه، در شهرها این رسم و رواج ور اندازونیم. این معنی نمیده. شما 1 سال کرایه میشینیم، اگه بچلم هم میدیم، اگه نچلم هم میدیم. اینطور است که صاحب در شهرها کس برجانه است. باز اطراف دولت‌سالی است، باز سالانه. شاربال بعد کارا بکنه. البته دکونا دولتیه.
نه دولتی نه شخصی میگم مربوط به شارولی نمیشه. خب خیر میگذریم. گپ بزنیم سودا معامله شما چی رقمه؟ معامله من که پیش از یاد خوب بود. حالا یه تیر شدنش هم یک هفته شده ولی سودا کم است دیگه. حالا دیگه 5 روز از این تیر مثلا 10 روز 15 روز از این تیر شده. بابایی که کش ماست کوبستونده. حالا هم با دوباره بیا شما کش بخره که شما خوشحال میشین. آره خوشحال میشید دیگه سودا مبارک باشه مبارک باشه. پس هر کس که به دکون شما بیا اگه جنس نخره شما ناراحتین؟ نه ناراحت نمیشم. حقیقت؟ نه حقیقت دیگه. بسیار خوب. خب به کدو کشور فامیل داریم؟ فامیل ولی ما در هیچ کشور هم نداره. ما تو فامیلای ما رفته در ایران، در آلمان و قوم هست دیگه ما. با آلمان هم؟ آه. به زبان ازبکی یک سلام علیکی خدای نبکنیم. سلام علیکم. یخش بار ساخسیز ما آرام آرام لیگم. خوش گلب سلی ایرات منطقه هستم زایال بزرگ. به 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 اشت صدا مقبول زبان شیرینی داریم شما مردم. بسیار خوشحال شدیم از دیدن شما. در روی تلویزیون ما زیاد دیدیم یک روز گلبو پاک میکردن میخواندن نه. تشکر از شما. خیلی خیلی خوش آمدید. تشکر قربان شما. شاش خاتمه باشیم. سلامت باشین. تیار باشین برادر من. آرام باشین. سلامت باشین بخیر باشین. قربان شما تشکر. بیننده‌های خوب نازنین ما به بازار سرچکان هستیم در کنار جوانا. اعضای ما ماست چکه خورده یک ساله ماست چکه میگه. خب لالا خور معرفی کنیم. ما رولا هستیم ولایت ولسوالی گرزان قریه سرچکان است مرکزی است بازار مرکزی. به به چی کاروبار داریم؟ دکان داریم ما اونجا. دکان؟ بله. یک خواهشی بکنم از شما. بله. مامان بگیم همین دست خود پس کنن که شل شهید کنم امیتون. بابا شل شد ماما جو. خب دکان چی داریم؟ دکان کفش فروش داریم. کفش؟ بله. حقیقت بگیم تنها کفشه؟ یا بس کم هسته؟ چند؟ مثل همونطوری است. مثل می دکان. شما چند کرا میدیم؟ 50,000 است. 50,000 ساله؟ بله. برج 4,000 درسته؟ بله. خب سودا معامله شما گپ بزنیم چی رقم راضی هستیم؟ راضی هستم خدا را شکر امنیت از کشور خدا را خوب است. الهی شکر. چرا شما دکاندارا اتفاق نکردیم مثلا همین بازار بگیریم اسفارت کنیم که کمک همین جنسا شما خراب نشه از گرد خاک؟ خوب گپ است دیگه ملت کار بکنه که خوب چیزی است. خب به ارسولی به حساب شارولی ریاست شارولی پیشنهاد ندادیم؟ پیشنهاد دادیم چی گفتن؟ گفتم کار کرده خواستم. کار کرده چند روز شروع میکنن. چند روز میشه. بسیار خوب. اگه اینجا اسفارت چه بسیار جای خوب نمیشه جغریزی میشه. خود بیشتر خاکار میارم میریزن. دیگه. دیگه همینا که باشه که سخت شده بیتاره نه؟ بله. بسیار خوب بسیار خوب. به کدو کشور فامیل داریم شما دوست داریم؟ ایران و ترکیه است. ترکیه. به زبان ازبکی به می کسایی که فامیلا شما هم به ترکیه یک سلامی به زنا بدیم. سلام علیکم. من رولا من سلام هر کم که گرزانند سلام ایتم نمالنگ تقدیم کنم سلام ده گرزان پاریاب که. به به بسیار خوب. اونا هم برای شما 100% سلام میدم. بسیار خوب. دوستای نازنین همین چند دقیقه دیگه هم خود ما باشیم به خیر خوشی که دور زنیم تمام دکاندارا و بساتدارا انشالله از اینا صحبتای داشته باشیم و تصویر برداری کنیم. خدا کنه یک دکونی پیدا شه که بگم بیا بشی برارم یک گلاس چای بخور انا که کمی کلمام ملایم شه چون دوشا اون درست میشه. میاین کاکا دوشا اون درست میشه. ما از ایراد حرکت کردیم تا رسیدیم بزی ارسولی گرزمان. بسیار خوب. تشکر از شما. تشکر.
بیننده‌های خوب نازنین، در کنار صوفی صاحب یک قدم جلوتر بیاییم. یک انسان خوش اخلاق میمون نوازی که باور کنیم ما رو به داخل بازار دیدم، میتونه به چهره خندون صدا کردم ما که بیایم سمت دکان از اینا انال معلومات میگینیم که ای دکان از اینا یا او دکان. اول که اجی صاحب مونده نباشیم. تشکر، سلامت باشین، خوش آمدید. شما سلامت باشیم. شما نام شریف خود اگر بگیم؟ محمد رسول کوهی از ولایت فاریاب، نوی اول. بسیار خوب، بسیار خوب. گپ بزنیم که کدو دکان شما نه؟ الحمدلله اردیش. نام خدا. او برادرها چیکارا شما نه؟ برادرمان است. نام خدا. یک قدم پیشتر بستیم. خب هر دو برادر به دکان شریکیم؟ بله. خب چند کرا میده مردو دکانه؟ ما کرا نمیدیم. از خود شما؟ بله. الهی شکر. اگر کرایه بودی چند بود ساله؟ کرایه سابق قیمت بود، ارزان شده الحمدلله. ارزان‌تر شده. به خاطر که کم سودا معامله کمتر شده. نه شکر الحمدلله خوب است از سابق قدم. بسیار خوب. برادر کلون شما نیم یا اینا؟ نه ایغا. نه اینا. خب چرا شما مستفید شدین؟ مشکل نیست. ما بسیار در زحمت اینا راحت است. صوفی صاحب. برادر کلون اینا هم شما نه؟ اردیمان برادر هستیم، کلان اینا هستیم. بسیار خوب. خب گپ بزنیم. نه دوقلو کنیم. چند سال از هم دیگر همین گوشی خود اگه قطع کنیم، چند سال از هم دیگر فرق داریم؟ چه؟ چند سال اینا شما بزرگترم؟ 3 سال. 3 سال؟ نه. خب گوشی رو کی کردیم به کسی بسیار خوب. چند برادرین؟ ما 4 برادریم. 4 برادر. برادرها دیگه شما همینجوری؟ نه. بسیار خوب. اجی آقا یاد دارم. جان؟ اجی آقا شما نه. والده؟ نه. خداوند بیامرزه. بسیار خوب. گپ بزنین که حساب سودا معامله از این بازار چی رقمه؟ خوب مردم راضی هستن؟ بله الحمدلله. الهی شکر. شما اشته شد که به می بسته بازار پیدا شد که تنها دکان شما یک چینی فروشیه، دیگه جنسی نداریم؟ الحمدلله. به خاطر که نمیتونیم رسیدگی نمیتونیم هر چیز بیاریم. بله الحمدلله که سیمساری فروشی یکی چینی فروشی. بسیار خوب. سیمساری شغل بنجار فروشی شما مردم سیمساری میگی؟ سیمساری به خاطر باز همون چیزایی که خوناب میفروشم دست دوم ما با ایراد سیمساری میگن. بسیار خوب. جنسا شما با مرز چین و ترکمنستان نزدیکیم. بیشتر جنسا شما از کدوم کشور میآیه؟ ازبکستان میآید، چین میآید، پاکستان هم است، ایران هم است. بسیار خوب، بسیار خوب. فرق اینجا تا به ایران چنده؟ مثال از 100 افغانی قیمت یک جنس چند فرق میکنه؟ شاید والله عالم 11 فرق کنه. خب بیشتر فرق نمیکنه. کسی که باز نرخ میفهمه بهتر است، نمیفهمه اینجا و هرات فرق نمیکنه. یعنی زیاد به خاطر که شما از اینه زیاد از نرخ آگاست و از اون جمال بخوره صحیح است. از نرخ آگاه نباشه اینجا و هرات فرق نمیکنه. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر از شما. خوش آمدید. تشکر از شما. لالا جان مانده نباشین. جور باشین، خوب هستین؟ ساعت شما خوبه؟ شکر، آرام هستین، بخیر باشین. باشین. نام شریف شما؟ محمد عارف. خب این دکان شما نه؟ بله. این چی میفروشین؟ پنبه؟ پنبه هم میفروشیم. بله. بسیار خوب. اینا از کجا آوردیم؟ از کدوم کشور؟ اینا از ایران میه. از ایران؟ بله. اینا فقط برای نلیچه و بالش تو اینا دیگه؟ بله. اینا کیلویه؟ اینا سیریه. سیر. بله. مثلا سیر 500 5.5 600 7 کیلو یک سیر میشه. به حساب کابل. بله حساب کابل است. بله. خب اینا رو این دکون شما دروازه نداره، اینا چی رقم باز اینجا؟ بله اینجا مکم میکنیم، بازی را قد پرده میگیریم. نه اینجا صحیح است، امن است اینجا. الهی شکر. بله. بسیار خوب. خب چند هم اینجا فعلا کرا میدین؟ اینا رو 6000. 6000 برجی؟ بله. نه ساله. سال 6000. بله. ماه 500. ماه 500. خوب دیگه کرای زیاد نمیدین دیگه. او دو برادر چی کار شما نه؟ اینا گوشت سودا میکنن اونجا.
آها گوشت مرغ بله. با شما از اینا کرا میگیرین؟ نه. چون جلو دکان شما بله. نه. خیر است پروا نداره. راست میگیم بسیار خوب. خود شما تنهاییم؟ بله. خب از صبح تا حال گپ بزنیم چند دونه از این گادار فروختیم؟ امروز هیچ دسلاف هم نکردیم. بابا الا دسلاف نکنیم. نه. همیشه می رقم نه همیشه خوب است. امروز خام خوا دیگه. بازار است دیگه. یک روز میشه. چهارشنبه میگم بازار هم است. بازار صبح است اصلی. صبح. بله. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. زنده باشین. تشکر از شما. آرام باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. بیننده‌های خوب نازنین، در کنار دو تا از جوانا هستیم که اینا بسیار یک قابلیای خوشمزه به دست از اینا نونام ازبکی قابلیان که ازبکی اینا رو میپرسیم از اینا که به کجا میبرم و چند نفر چند گرفتم اینا. لالا مونده نباشیم. خوب هستین بخیر. ساعت شما خوبه؟ شکر فضل خدا. زنده باشیم. نام شریف شما؟ احمد صابر. خب این قابلیا رو چند گرفتیم؟ 150 افغانی. همینا کلگی؟ بله. گوشتم داره؟ آه. باور کنیم مفت مال من 5 نفر اینا نون میده. بسیار خوب. از کجا گرفتین که ما از این نگاه ببریم خود خوب ایراد؟ اینجا هتل داره کلشون. خب اولالا خود شما نه؟ نه همسایه ماست از دکان میبریم دکان. اینو به چند نفر گرفتین؟ 2 نفر. به 2 نفر. بسیار مفته واقعا. داره 1 کیلو گوشتی؟ آه نه کم است مقصد میشه 2 نفر. خب یک کار میکنیم. اگر امیر شما ما به شما داری به فایده بدیم میدیم به ما. اونجا هست دیگه. نه ما مهمونیم دیگه. گوش کشیم. نه پیسه نیست بریم مفت از رایگان از شما. خب شما رایگان بدیم. نه رایگان است. یه مزاق است مثلا. دل شما تلوک باشه. اوه بیلا گردن رو ببند باشه بیننده‌های عزیز. مثل می اگزازا موتر امی 10 سیلندر میته میشه. درسته؟ نه دیگه تو نگیم. نه میفهم. بسیار مردم ای اورسولی ولایت فاریاب بسیار مردم میمون نوازی هم با ما معلومه. ما امشب 4-5 شب که آمدیم به این مسیر باور کنیم هر شب و هر چاشتی به یک جاییم. بسیار خوب. وقت شما نمیگیریم به خاطر از اینکه مهمونا دوستا شما معطل هم میشه اینام یخ بکنه. اگه یخ بکنه مزه نمیده. بله مزه نمیده. دقیق آدرس که ما بریم مو هتل بریم. این زمینجا بالا بریم. بالا بریم. خب بسیار خوب. تشکر از شما. بخیر بریم. سلامت باشیم. بخیر باشیم. آمدیم ما به داخل یک هتل بسیار جای زیبای دیدنی پرنفوس که اینجا 2 نفر 3 نفر از دوست البته زیاد هم نام خدا انا هی کیچی امی قابلی میخورم دیگه از اجی کاکا و از لالا پرسان میکنین که ما اول که شما 2 نفر معذرت میخواین که به سر غذا شیشتیم. شما اگر توضیح بدین که اینا قابلی چیه که بیننده ما بهش کم لذت ببرم. قابلی که شما میبینید که قابلش گپ دیگه نداره. حسابی 100%. میفهمم. ما که میبینم بیننده بفهمن که می قابلی یک رقم که گوشت لند گردن گوشت انا کدوم که ای گوشت لام هم هست و استخوان هم که داره داخلش. نه همین فکر کنم مولنگ میگیم ما مردم ایران. مولنگ قابلی مولنگه. به به. ایره چند گرفتیم؟ 150 روپیه. 150 روپیه. بله. راضی هستیم؟ بله راضی هستیم. فکر کنم از دیگه ولایت‌ها و ولسوالی‌ها غذا از این برادر بیشتر میدم چون ما از این قابلی‌ها خوردیم مونږ اینقدر نمیدم. به 150 افغانی فکر کنم زیادتر میده. بله دقیقاً. بسیار خوب. داره 2 سیرسه گوشت؟ داره. خب شما از کجاییم؟ ما از قریه درجوز هستیم. درجوز؟ بله. به این بازار آمدیم ما آمدیم دیگه در بازار مصرف هستیم. ما 2 روز در بازار روزای چهارشنبه پنجشنبه ما دمه مصرف دمه هستیم. دمه سرچکان میگیم اینجا بازار سرچکان. بازار سرچکان است. یگانه هتل معروف که همینجا است از ما این هست. دو مدت
2 ساعت تقریبا تا 1 بجه ظهر 200 نفر 150 نفر اینجا بالا میشن، نان خود میخورن میره دیگه در مسجد. الهی شکر، تشکر. دیگه همه چیز برابر است. تشکر، وقت شما نمیگیرم، شما غذا خور بخورین. کاکا جان خیلی معذرت پدرمه. بله. نام شریف شما؟ خاک محمد یار. خب از کجا هستیم کاکا؟ قریه دریجوز. خب کاکا جان اینا به نظری شما، به نظری ما به شما چرب زلر نداره؟ شما پیرمرد هم هستیم، گوشت و چرب میخوریم، کمی مرعات بخوب کنیم، انرژی رژیم بگیریم. نیسای زلال با ما نداره، اگه زلال با ما میذاشت که ما نمیخوردیم دیگه. راست میگیم. این فایده داره که ما میخوریم. بسیار خوب، بسیار خوب. چرا شما مردم خودی غذا چای میخوریم؟ چای که میخوریم کشنده از این چای است. امی واسطه ها؟ بله. خب پس ما میگم از بعد اگه غذا میخوریم چای بخوریم میتره. نقص نداره؟ نه، باز هر کس که اختیاری است دیگه. بعضیا غذا میخوره، بعضیا نشابه میخوره، بعضیا وی خنک میخوره. هر کس طبیعی. اگه دوغا وطنی بودی کنار از این سفره بیتر نبود؟ بیتر بود. دقیقاً. بسیار خوب، نوش جان شما بخوریم، ما وقت شما رو نمیگیریم. تشکر از شما. چایش تا خود ما نمیریم. سلامت باشین. سلامت. هم یک تعارف دروغی بکنیم. نه سلامت باشین. نه مر میگم. میگم. مرا دروغ بگیم یک لقمه نان بخوریم. بخوریم. نوش جان شما، همراه ما باشین دوستای نازنین. نوش جان شما. ما میریم امیت یواش یواش با آشپزخونه پیش خلیفه آشپز سعی کنیم که اینا امروز چند نوع قابلی یا کیچیری یا پلو هیرتیر به شما چند نوع جور کردم و بیشتر مشاهده کنیم. سلام علیکم کاکا جان. ساعت شما خوبه؟ بسیار عالی، بسیار عالی. نام شریف شما؟ نام ما؟ بله. عبدالسلام آشپز. خب چی مدتی میشه کاکا که آشپزی میکنه؟ یک 20 سال میشه. 20 سال؟ تنها می قابلی رو پخته میکنه به این منزل؟ قابلی ها، 2 داشی. خب همین قوری که شما جمع کردیم جا کردیم از چندیه؟ یه 300. 300. خب چندی گوشت داره؟ گوشت نیم کیلو هسته. نیم کیلو. خب نیم کیلو گوشت کامل کاکا جان 200 میشه. 200 نمیشه، یک نیم صد میشه. 110 اینجا یک خوبی داره بینندای عزیز که گوشت گوسفند بسیار ارزونه. خیلی کیچیریا قابلیای خوشمزه هم ما نخوردیم، هم رقم معلومه. نمیدونم. نسبت اینا کشمیش داره، درسته؟ کشمیش زیاد داره. دیگه غذای چیزی جور نمیکنیم؟ جور میکنیم، داشی هسته، کباب هسته. خب دشی با چیه؟ کباب دشی؟ نه. کباب قورمه. آها بسیار خوب، بسیار خوب. خب وقت شما نمیدونم، واسه مشتری ها شما اینجا منتظر به غذای. تشکر از شما. خب بیننده‌های خوب نازنین، خدا کنه لذت کافی را از برنامه امروز و از بازار زیبا برده باشیم. ناگزیریم که به این مکان با شما خداحافظی کنیم. دوستای نازنین، کانال ایرتیا خود شما است، ما را حمایت کنیم. به حمایت شما نیاز داریم ما دوستا. فقط ما به خدمت شما هستیم، به هر مکانی که شما فرمایش بدیم ما انشالله به اون مسیر میریم، به خدمت شما هستیم. تا به فردا شب شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار شما.